کتاب منبع علم و دانش، سرچشمه دریای عقل و کلید گنج سخن است. چه خیلی که شاعری بزرگ فارس و تاجیک عبدالرحمن جامی گفته است: انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. کتاب این گنج است که آدمیت میتواند با آن فکر و عقیده و دانش خود را صیقل دهد. بزرگان گفتند که خانه بی کتاب روز بی آفتاب می باشد. و گفتی طبیبان هر یک شخص باید در یک روز نه کمتر از 1 ساعت قیمتی وقت خود را به کتابخوانی صرف کند تا اینکه فکر و عقیده‌اش تازه و خوب شود. امروز کودکان و نورسان و جوانان شهر دوشنبه به کتابخوانی میل و رغبت پیدا نموده همه روزه از کتابخانه ملی تاجیکستان دیدن می نمایند و کتاب‌های به آنها شوق‌آور را گرفته مطالعه می نمایند. خوانندگان کتاب‌های گوناگون و ساکنان پایتخت با سوال چقدر وقت خود را به خواندن کتاب صرف می‌کنید چنین جواب‌ها گفتند: شما بیشتر کدام نمود کتاب را می‌خوانید؟ کتاب‌های بدیهی را دسترس می‌کنم و می‌خوانم. اصلا کتاب‌های بدیهی را من می‌خوانم. روزی من کتابی بدیهی یادداشت رو خوندم سپاه صدیق نعیمی و این کتاب خیلی به من محبوب است. من قریبی این رو تمام کرده استفاده برای روز نهایی تمام می‌کنم. نیت دارم که دیگر کتاب‌ها رو باز کنم. چرا این گونه کتاب‌ها با شما پسند است؟ برای فکر و برای این کتاب‌ها اصلا برای فکر و تازه کردن لازم است و باید انسان باید کتاب خود است. کتاب‌ها نیست که می‌خونم، کتاب‌های آلمانی می‌خونم، انگلیسی می‌خونم. کتاب‌ها می‌خونم. چرا این کتاب‌ها با شما پسند است؟ در آینده می‌خواهم که تحصیل خودم را در آلمان ادامه بدهم. از همین خاطر. چقدر وقت خود را با کتاب خواندن صرف می‌کنید؟ وقت خالی هم اینجا میگیرم. اینجا خیلی آروم است، ناز است. خوندم اینجا می‌خونم. بسیارتر به تحلیل کتاب‌های بدیهی مشغول هستم. بعد کتاب‌های افسانه بسیار می‌خوانم، کتاب‌های تاریخ می‌خوانم. کتاب‌های بدیهی مخصوصاً غزل‌های مثل شیخ‌های بیشتر بسیار است. مثل شیخ سعدی شیرازی، جلال‌الدین رومی، کمال‌الدین بینایی چقدر وقت خود را با کتاب خوندن صرف می‌کنید؟ تقریباً 6-7 ساعت در یک روز. ما که در دانشگاه طبی میخونیم بیشتر با کتاب‌های طبی اوید به طب هستم، آناتومیا و عین حال که در امتحان قرار داریم کتاب‌های شیمی استفاده می‌بریم. بیشتر آناتومیا شیمی می‌خونیم، بیولوژی. وقت خالیمون رو با کتابخوانی صرف می‌کنیم، یعنی با اون مقصدی که ما مثلا اگزامین است برای اینکه یا کتاب‌ها مثلا ادبی می‌خونیم در وقت خالی یا با مقصدی رضایت کردن. شما چقدر وقت خود را با کتابخوانی صرف می‌کنید؟ بسیار نه. شما بیشتر کدام نمود کتاب را می‌خوانید؟ من بیشتر کتاب‌های ادبیات کلاسیک رو می‌خونم و حالا که من دانشجوی دانشگاه طبی هستم بیشتر با کتاب‌های طبی مشغول هستم. چقدر وقت خود را شما با کتابخوانی می‌گذرانید؟ راستی گپ برای ما وقت خود رو با کتاب گذراندن خیلی وقت زیاد است. البته ما خیلی وقت زیاد رو با کتاب می‌گذرانیم. کتاب‌های طبی رو می‌خونم و استفاده می‌برم کتاب‌های بدیهی. چقدر وقت خود را شما با کتابخوانی صرف می‌کنید؟ از بسیارتر از یک حصه وقت خود را در یک روز یعنی با کتابخوانی صرف می‌کنم. کدام نمود کتاب‌ها را می‌خوانید؟ من بسیارتر کتاب‌های شاهنامه فردوسی را می‌خوانم. برای آنکه بسیارتر جلب‌آور است و افسانه‌های خیلی خوب دارد. بسیارتر حکایه‌های تاجیکی در آن بسیار آمده است. زحمت تشکر. شما بیشتر با کدام زبان‌ها کتاب می‌خوانید؟ من بسیارتر با زبان انگلیسی و تاجیکی کتاب‌ها می‌خوانم. برای آنکه زبان انگلیسی زبان دانی جهان گفتنی گپ یک مطلب است که زبان دانی جهان دانی. اصلا برای من پسند است کتابی آناتومیا، پدفیز، میکروبیولوژی برای آنکه این گذشته موسیقی مسائل شده اگزامین داره همون فهمی را که اگزامین داره همون رو میخوام.